دادگاه ولایت ختلان ساکن 60 ساله نوره قبادیان سفر کریموف را با جرم برای رفتن به سوریه و عراق و پیوستن به صف سازمان تروریستی داعش دعوت کردن شهروندان دیگر به 12 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. دادگاه حکم کریموف را همان روز 4 نوامبر صادر کرده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 20 دکبر سال 2022 بعد قوه قانونی گرفتن حکمش برخی تفصیلات پرونده این ساکن سالخورده نوره قبادیان را نشر کرد. خود سفر کریموف و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه دادستانی کریموف سفر سال تولدش 1962 ساکن نوره قبادیان ولایت ختلان دوام سالهای 2004-2016 منتظم با مقصد مهاجرت مهنتی به شهر مسکو پایتخت روسیه رفته در روسیه با عقیده و غایه‌های افراطی سازمان تروریستی دولت اسلامی عراق و شام یا داعش که از 15 اپریل سال 2015 با حلنامه دادگاه عالی تاجیکستان در این کشور تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعتراف شده فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است، شنا شده آنها را برای خود درست شماریده پذیرفته است و در شعور و ارادهش جای کرده است. من بعد کریموف جهت زیاد کردن اعضای داعش و جلب شهروندان به آن به تشویق و ترغیب عقیده های تشکیلات تروریستی مذکور مشغول شده در حدود شهر مسکو در نتیجه تشویقات و دعوت های منتظم شهروندان حسنوف غ و برادرش حسنوف ا عقیده و غایه های افراطی داعشی را قبول کردند. به این دلیل برای صادر کردن جنایت خصوصیت تروریستی اکستریمیستی داشته نسبت به سفر کریموف بر اساس ماده 401 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده از 3 فوریه سال 2017 او زیر جستجوی بین المللی قرار داده بود. سفر کریموف در نهایت ماه آگوست سال 2017 در حدود ولایت سمار روسیه دستگیر گردیده، ولی از ماه آگوست تا ماه نوامبر سال 2017 در بازداشتگاه رقم 1 سمار بازم به تشویق و ترغیب عقیده های افراطی داعشی ادامه داده شهروندان روسیه ارخیپوف، الپاتوف، پتروف و کوزمیچ را برای شامل شدن به صف این سازمان تروریستی و سفر به سوریه و عراق دعوت نموده است. ظاهرا به همین دلیل سفر کریموف را ابتدا در روسیه به دادگاه کشانده تنها بعد ادای حکم زندانش به تاجیکستان فرستادند. ماده 401 علاوه 1 همچون جزا برای جلب شهروندان برای اشتراک در واحد مسلح، زدخورد مسلحانه یا عملیات جنگی در حدود دیگر دولت‌ها از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. به حساب مقامات تاجیکستان در سال‌های آخر بیش از 2000 نفر از ساکنان این کشور به دام مبلغان به نام جهاد افتاده به کشورهای جنگ زده چون سوریه و عراق و افغانستان رفته به صف سازمان‌های افراطی و تروریستی اساساً به داعش پیوستند. بنا به حساب‌ها در سوریه و عراق بیش از 400 تن از آزادگان تاجیکستان که در صف داعش می‌جنگیدند کشته شدند.